این آواز پرنده‌ای که نیم قرن پیش منقرض شده. داره جفتی رو صدا میزنه که دیگه نیست. میدونی فرقش و سندروم قلب شکسته چیه؟ اونجا قلب برای کسی نیسته که میدونی دیگه نیست، میدونی دیگه رفته. اما اون پرنده نمیدونه آخرین پرنده است. نمیدونه که قلبش داره واسه کسی میزنه که دیگه هیچ وقت قرار نیست برگرده. من الان واقعا نمیدونم هستی یا نه. وقتایی که صدات میزنم میشنوی یا نه. فقط خواستم بگم هنوزم باور نکردم نیستی. باور نکردم رفتی. هنوز صدا قلبم برات میزنه. اگه داری صدامو میشنوی میخوام بدونی اینو دیگه باور دارم. این که هر بار هر جایی بهت گفتم هنوز زوده، هنوز وقتش نیست، همون موقع وقتشو. الان میدونم دیره برای گفتن این حرف. شاید تو دیگه به شنیدنش احتیاج نداشته باشی، اما من به گفتنش نیاز دارم. یه بار پرسیدی اگه قرار باشه تا آخر عمرم توی جای دور فقط با یه نفر باشم انتخابم کی و کجاست؟ جوابم هر جایی کنار تو.